میخوایم بهتره کنیم ها، یعنی پای تلویزیون کسی نباید بشینه. یه ساعت برنامه دیدین، چشا خسته شد، حالا خستگی ها بیفته تو کمر. بریم. جونو ریز 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 درشتش با خودم. 3 2 1. هر هفته داریم 4 نفر شرکت کننده. سر جایزه این مسابقه بگیر و ببنده. یکی کنار میاد، یکی دیگه مشکل پسنده. یکی ترش میکنه از باختن و یکی میخنده. چلو قفقازی و آش رشته و کباب دنده. از این 4 نفر کدومشون میشن برنده؟ چهره جذاب داره و شیرینی هفته. البته تغرل هم هست که گیر بده، شرمنده. بیننده داره میلیونی، بفرمایید شام. ای والا داره کارت درسته عموتیام. پای صحنه نشستی و میگی جلو نمیام. کلی هم خاطرخواه داری از مشهد تا ایلام. بفرمایید شام عزیزم، بفرمایید شام خانومم، بفرمایید شام جیگرم، بفرمایید شام آقای محترم، بفرمایید شام اوی، بفرمایید شام دوست عزیز، بفرمایید شام آقا جون، بفرمایید شام گلم، بفرمایید شام بلبلم، بفرمایید شام باقلوا، بفرمایید شام قند نبات. حیوای من، حیوای من، چیکار کردیم؟ چرا اینجوری شدی؟ برای